سلام، من فریالم. سلام رفقا، منم ارشادم و خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پیکنیک سقراط. امروز میخوایم درباره یه چیزی حرف بزنیم که اگه نباشه هیچ انقلاب و هیچ کنش اجتماعی درست شکل نمیگیره. نمادها. اول از همه نماد برای شما چیه؟ یک شکل، یک رنگ، یه آدم، یه داستان یا یه چیزی که وقتی میبینیش بدون حتی یک کلمه یه عالمه معنا میرسه. بذار یه چیزی رو رک بگم. توی همه تحولات بزرگ دنیا این نمادها بودن که کار رو جلو بردن. میپرسی چرا؟ چون نماد میتونه سطرها، حرف، ایده، نظریه و احساس رو تو خودش جمع کنه و مثل یه پل ساده آدم‌ها رو به هم وصل کنه. ولی نمادها همیشه مهربون نیستن. گاهی میتونن مثل یه اسلحه خطرناک عمل کنن برای سانسور، برای حذف، برای کنترل. یا بدونیم چی رو نشون میدیم، چی رو تکرار میکنیم. اگه نماد رو از کنش اجتماعی حذف کنیم، مثل اینه که مهره ها رو از صفحه شطرنج برداریم. بازی دیگه بازی نیست. حالا برسیم به شرایط بحرانی. وقتی بحران میاد، اختلافات زیاد میشه. هر کسی یه سلیقه‌ای داره، یه ترجیحی. ولی اگه نمادها زیاد بشه و با هم تضاد داشته باشن، اتحاد شکل نمیگیره. و ما الان دقیقاً تو همچین لحظه‌هایی هستیم. میدونم خیلی هامون از نماد میترسیم، چون یاد فاشیسم میافتیم، یاد سوء استفاده، یاد دیکتاتوری. ترسمون کاملا طبیعیه. اما بیاید یکم عمیق‌تر نگاه بریم سراغ ارنست کاسیرر، فیلسوف آلمانی که در اوج ظهور نازیسم زندگی کرده بود و به خاطر پیشینه خانوادگی یهودیش به آمریکا مهاجرت کرد و کتاب اسطوره دولت رو نوشت. کاسیرر یه حرف مهم داره: انسان موجودی نمادسازه. ما جهان رو مستقیم نمیفهمیم، از طریق نمادها میفهمیم. و اسطوره به نظر کاسیرر اولین شکل نمادسازیه. از دل اسطوره زبان در میاد، دین در میاد، هنر، علم، همه چیز از اونجا شروع میشه. اسطوره چیکار میکنه؟ جهان رو ساده میکنه، بهش نظم میده، به آدم‌ها معنا میده. وقتی بحران میاد و عقلانیت خسته میشه، اسطوره وارد میشه، آرامش میاره، خیر و شر رو از هم جدا میکنه، پیچیدگی رو کم میکنه. و اینجاست که دولت‌های توتالیتر وارد میشن. میگن خب مردم دنبال معنا هستن، پس ما براشون اسطوره میسازیم. قهرمان مطلق، دشمن مطلق، شعارهای ساده و سالها با همین ابزار حکومت. کاسیرر میگه فقط نقد کردن این اسطوره ها کافی نیست. تو نمیتونی اسطوره رو با خلا شکست بدی. باید نمادهای عقلانی، انسانی و آزاد کننده جایگزینش. حالا بیاید یه لحظه خانه آرنت رو هم بیاریم وسط. آرنت میگه بابا نماد چیه؟ مهم کنش، گفتار، عمله. از نظر اون نمادها اونقدری که کاسیرر میگه بنیادی نیست. اما ما ایرانی‌ها یه تجربه خیلی مهم داریم. مذهب شیعه یکی از پراسطوره ترین سنت‌ها، بیشتر از 40 ساله که به صورت سیستماتیک برای کنترل مردم استفاده شده. پس ما بهتر از هر کسی میفهمیم که نماد چقدر میتونه قوی باشه. حالا سوال، ما چی کار کنیم؟ به نظر من و خیلیای دیگه ما باید نمادهای خودمون بسازیم. نمادهایی که معنا دارن، ریشه دارن، امید میدن، هویت میدن. اینجا شاهنامه وارد میشه، ضحاک و فریدون، نماد شر و نماد عدالت. نکته مهمش چیه؟ فریدون ضحاک رو نمیکشه، اونو در بند میکنه. این یعنی چی؟ یعنی حتی اسطوره هم میتونه عقلانی باشه، میتونه خشونت رو بازتولید نکنه، میتونه راهی برای نظم و امید بسازه. پس سوال اصلی اینه: اگه اسطوره‌ای وجود داره که هم ساده شده، هم عقلانیه، هم امید میده، چرا ازش استفاده نکنیم؟ ما الان تو لحظه‌ای هستیم که مردم با دست خالی دارن میجنگن. وقتی نماد رو هم ازشون بگیری، آخرین ابزار مسالمت آمیزشون رو گرفتی. پس فقط نگیم چی رو نمیخوایم، باید بگیم چی رو میخوایم. باید نمادهایی رو که میخوایم صدا بزنیم، نشون بدیم، فریاد بزنیم و برگردیم به حرف کاسیرر. اگر جامعه نتونه نمادهای عقلانی و آزاد کننده بسازه، نمادهای خطرناک جاشون رو میگیرن. بحرانها بحران نمادن و سرنوشت جامعه به این بستگی داره که کدوم نماد بر بقیه غلبه کنه. پایان ایران.